چطور امیدوارم حالتون خوب باشه. خوش و سلامتی بچه. ممنون میشم اگه حمایت کنین ازم و لایک، ساب و کامنت هم بذارین. من که تازه اومدم من رو بکشیم بالا، یه طوری خودتون میتونین رئیس ما شمایین. لطفا من رو بکشیم بالا با خودتون. خب بچه ها، امروز اومدم بهتون بگم که چطوری 117 رو زودتر بگیرین، 117 متیک رو زودتر بگیرین. اصلا خب اولین نکتهش اینه که اینا رو کامل بگیرید، این 4 تا باکس رو کامل بگیرید. بعدش اگه پولاتون رو جمع کنید، توکن میده بهتون جمع کنید. نگاه کنید از این توکن میزنم روش 30 تا نوشته. از این توکن جمع کنید، میایید تو این بخش. اومدید تو این بخش سومی رو میزنید. سومی زدین، این دوتا رو، این 4 تا رو همشو باید بگیرین، تکمیلش کنین. این 4 تا رو باید تکمیل کنین، همشون رو بگیرین. اینجا هر چی هست باید بگیرین. گرفتین، میاین یه باکس میگیرین. بعدش اون 4 تا باکس که اینجا بود، این 3 تا رو میزنید، 4 تا رو میزنید. وقتی 4 تا رو زدید تو یکشون 117 200 سایه با چیز پازل 200 سایه بتونید. بعدش این مونده خیلی گانه خفنیه، که 47 خیلی گانه خفنی، این خیلی خوبی داره، خیلی خوب دمیج میکنه. این گانه خیلی خوبه. چطوری حالا بگیریمش؟ واسه گرفتن اون میخواد یه چیزی بیاد، یه ایونتی میخواد بیاد که توش پازل این 200 خودش میده. خب پازل شما مأموریت باید انجام بدید. اینجا هم که واسه 117 متیک، اینجا میتونین باکس 117 متیک رو نگاه کنید. لجند اینجا هم هستش. واسه من اومده، واسه شما رو نمیدونم. اینجا میخوایی با دوستاتون بازی کنین و جایزه هاشو بگیرید. اینجا به دوستاتون درخواست میدین، اینجا نگاه کنید، درخواست میدین و با هم بازی میکنین و جایزه هاشون رو میگیرید. بعدش میایم تو این ایونت، تو این بخش نگاه کنید. این دومی هم بگیرید، اینم بگیرید. خیلی چیز جذابیه و دمنجش هم خیلی خوبه. بعدش یه گردونه هم که به بازی اضافه شده، خیلی جالب نیست، گنده است ولی گاناش خیلی خوبه. این نگاه کنید. بعد اینها خیلی گنده است، خیلی گنده است. نگاه کنید، خیلی گنده است، به درد ما نمیخوره ولی گاناش خیلی خوشگله، گاناش خیلی خوبه. فلک M13 بله همین. بعد دیدم گفتم ویدیو کارت نگاه کنید. فعلا خدا نگهدار. بچه ها اینا بگم ساب ندارین ساب کنین، بچه ها ساب کنین. فعلا خدا